سلام دوستان، من مجیدم و اینجا پرده گرگانه. البته پرده گرگان اسم پیجمه. ما یه فروشگاه پرده هستیم توی شهر گرگان. امروز قرار مقدمات نصب یه پرده رو یاد بگیریم. مقدمات یعنی چی؟ یعنی پیش نیازهای کلی که هر نصب پرده‌ای به اون نیاز داره. یعنی شما با این پیش نیازها دیگه فرقی نداره که پرده زبرا داشته باشی یا پرده پانچ داشته باشی یا پرده مینیمال باشه یا پرده پلیسه باشه. شما در هر صورت میتونی که با توجه به این ویدیو هر پرده‌ای که داری رو نصبش کنی. حالا اینجا یه سری پیش نیازهای نصب حرفه‌ای رو داریم، مثل یه دلر که ترجیحاً دلر خودم مارک بوش هستش، خیلی عالیه. 3 تا حالت داره اینجا که با این 3 تا حالت اولش برای فقط سرعتیه، یعنی اصلا تخریب نداره، فقط میچرخه، بیشتر برای پرده های پشت دری نیاز میاد. حالت وسطش برای تخریب و سرعتیه، یعنی همزمان که میچرخه ضربه هم میزنه که مناسب ترین حالتشه برای دلرکاری، سوراخکاری دیوار، بتون به کار میاد. حالت آخرش هم فقط ضربه‌ای زنه و فقط شکننده است بدون چرخش و فقط برای تخریبه. ترجیحاً خودم از مته 7 استفاده میکنم، چرا که مته 7 خیلی استاندارده، نه خیلی بزرگه نه خیلی کوچیکه و شما پیچ رول پلاکی که نیاز دارید برای مته 7 رول پلاک شماره 4 و پیچ شماره 4 هستش. حین کار به یه دونه چکش نیاز دارید شما و این دستگاه برای تنظیم کردن پانچ های پرده هستش که هم اسمش منگنه هم اسمش اسکیچرزه که میتونید خیلی راحت تهیهش کنید. خیلی قیمتی هم نداره به اون صورت، همیشه هم کاربردیه. مثلا برای وقتی که شما پرده رو باز میکنید و ماشین لباسشویی میندازید قطعا تمام اینا باز میشه. دوباره برای تنظیم چینش خیلی خوبه که یکی از این دستگاه ها داشته باشید همیشه. و اما وسیله آخر و مورد علاقه خودم، این جعبه‌ایه. اسم این دستگاه دلر شارژیه، پیچ بندم بهش میگن و حالتهای مختلفی داره. توی این حالت چرخش هستش به سمت بستن، این شکلی باز میکنه و یه سرمته اینجا داره که البته تبدیل هم نمیخواد، که در 2 تا حالت این دلر شارژی ها تقریبا به 1 ساعت شارژ نیاز داره و بعد از 1 ساعت شارژ شما 1 ساعت میتونید دقیقا ازش استفاده کنید که برای نصب یک پرده شما مفید شاید 3 دقیقه یا 4 دقیقه از پیچبند استفاده کنی، بیشتر هم نیستش. حالا شما در نظر بگیرید که یک بار وقتی اینو شارژش میکنی چند بار میتونی ازش استفاده کنی.